اینجا صنعت فقط چرخ دنده نیست، رویاست، با ریشه هایی در غیرت و شاخه هایی به سوی جهان. من به آینده این سرزمین باور دارم، نه سر احساس بلکه با ادب. سلام عرض ادب. من زهرا عسکری هستم و مدیریت بازرگانی شرکت سرآمدان نوآوری تجاری مهر بر عهده بنده است و میزبانی این نشست و این سلسله نشست ها رو به این حقیر سپردم. من امروز میزبان دو بزرگوارم که اول از همه آقای دکتر سید علی هاشمی که سخنران نخست این جلسه‌اند. ایشون مشاور ارشد استراتژیک در حوزه‌های صنعتی و سابقه ارزشمند در مدیریت تولید، سیاستگذاری صنعتی و همراهی نزدیک با مجموعه بزرگ در عبور از بحران‌های اقتصادی دارند. در سالهای اخیر ایشون نقش خیلی کلیدی در تحلیل سناریوهای پیچیده و طراحی مسیرهای مقاومتی برای بسیاری از صنایع بزرگ کشور بودند. سلام آقای دکتر. علیک سلام. وظیفه بود که خدمت برسیم. به هر حال با توجه به زحمتی که شما و دوستان کشیده بودید و برای این برنامه از قبل آماده شده بودید، لازم بود که حتما در خدمت باشم. امیدوارم که مفید فایده باشه. افتخار داریم که میزبان جناب آقای مهندس بیژن عظیمی هستیم. ایشون از مدیران با سابقه 40 ساله در حوزه تولید، صادرات و پشتیبانی فنی از صنایع کلان کشورند، از جمله صنایع خودروسازی، فولاد، قطعه سازی و حمل و نقل ریلی. علاوه به فعالیت‌های صنعتی، ایشون از فعالان اجتماعی و بنیانگذاران نهادهای علمی، حمایتی و کارآفرینی توی کشور هستند. واقعا آقای مهندس خیلی دلچسبه این ترکیب صنعت و مسئولیت‌های اجتماعی که تو چند ساله که ما شما رو میشناسیم، همنشینی این دو برای شخص بنده که خیلی جذابه. خیلی ممنونم که قبول زحمت کردید و اجازه دادید که میزبان شما باشیم. آقای دکتر چه خبر؟ چه شد؟ ما خیلی برنامه‌ریزی زیادی داشتیم برای این جلسه. چه در شب گذشته چه کن فیکونی اتفاق افتاد؟ داستان خوبی داریم. سیر تحولات به گونه‌ای هست که خیلی یه جورایی داره همه رو غافلگیر میکنه و با توجه به سرعت این تحولات یه جورایی آدم احساس میکنه علیرغم اینکه دائما تلاش میکنه خودش رو با اخبار به روز نگه داره، اما اگر حتی چند دقیقه از گوشی موبایلش فاصله بگیره احساس میکنه که قسمت‌های عمده‌ای از داستان رو از دست داده. خب کشور ما مورد یک هجوم وحشتناک و ناجوانمردانه قرار گرفت، علیرغم اینکه به قول جناب آقای عراقچی ما سرگرم مذاکره بودیم و 5 دور مذاکره رو با آمریکا گذرونده بودیم و قرار بود که یک شنبه جلسه ششم با آمریکا رو داشته باشیم. به ناگاه در صبح جمعه مورد هجوم وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار گرفتیم و بسیاری از عزیزانمون رو، دانشمندان بسیار گرانقدر، فرماندهان بسیار بسیار ارزشمند و همینطور مردم عادی رو و خانواده های حتی این فرماندهان و یا اساتید رو از دست دادیم. خب این به واسطه همون غافلگیرانه بودن این داستان واقعا تلفاتمون و حجم آسیب‌هامون هم زیاد بود. به سرعت کشور با تغییر فرماندهان و آماده شدن فرماندهان جدید وارد فاز دفاع از خودش شد و تو همون شب اول تونست به صحنه برگرده و از شب دوم هم کاملا صحنه رو برگردوند و خوشبختانه با یک تدبیر و با آرام آرام بردن این شعله رو بالا بردن عملا دشمن رو در یک موضع ضعف قرار داد، به گونه‌ای که دست به دامان آمریکا شد و آمریکا رو به کمک طلبید و حالا آمریکا هم پس از کلی حالا انقلت و مسائل دیگه وارد این عرصه شد که اون طرف هم مجددا ایران مجبور شد که پاسخی هم به آمریکا بده. به هر حال آخرین چیزی که شاهدش بودیم در بامداد امروز با یک 5 موج پی در پی حملات رزمندگان اسلام به تقریبا همه شهرهای اسرائیل وارد یک آتش بس شدیم و به نظر میرسه که علیرغم اینکه حالا کاملا فضا ابهام داره، چون هر لحظه احتمال شکسته شدن این آتش بس توی چند دقیقه اخیر
یه خبری اومد مطالعه می‌کردم که اسرائیل، حالا یکی از مسئولینشون، چون خیلی سریع داشتم می‌خوندم فرصت نکردم دقیق باشه، اعلام می‌کرد که ما درست آتش بس شده اما خودمون رو مقید می‌دونیم. اگر اشتباه نکنم بله وبسایت ترور آلارم بود که معمولا نقطه نظرات اسرائیل رو بیان میکنه. اعلام کرده که ما هر جایی که ببینیم ایران هر محموله هسته‌ای که جابجا بشه 190,000 کادر پرسنل سپاه پاسداران فلان فلان دانشمندان هسته‌ای اینا همه در لیست ترور ما هستن و ما هر لحظه که به اینها دسترسی پیدا کنیم اینها رو میزنیم و این اصلا جزء بحث آتش بس نیست. یعنی میخوام بگم با همچین دشمنی روبرو هستیم و دشمنیه که نشون میده در 10-12 جنگ اخیر، در 10-12 جنگی که داشته بعد از اینکه آتش بس صورت گرفته همیشه دفعات نقض آتش بس کرده، بعضا 20 بار 50 بار 30 بار نقض آتش بس کرده و تلفات خیلی زیادی هم از طرف‌های مقابلش گرفته. این نشون میده که ما باید با هوشیاری هر چه تمام‌تر مواظب این رژیم خبیث و کودک‌کش باشیم. نمونه بارزش رو که این اواخر هست، یعنی نیاز نیست که ما سابقه تاریخی رو بریم مرور بکنیم، این هست که بعد از اینکه یه آتش بسی رو با حماس اجرا کرد و بعد از اینکه تقریبا قسمت عمده حالا اسراش رو تحویل گرفت، در یک روز دفعتا حماس رو مورد هجوم قرار داد و بسیاری از فرماندهان اصلی حماس رو که توی این مدت شناسایی کرده بود کشت. حدود 500 تا 600 نفر رو تو همون روز اول ایشون یعنی اینکه این رژیم ترور کرد. یا مثلا فرض کنیم که بعد از آتش بس با لبنان شاهد هستیم که به دفعات حتی آخرین بارش پریروز حمله کرده به لبنان و ترورهای متعدد، یعنی دائما در حال ترور هست. هر 2-3 روز یک بار خبر از یک ترور از سمت اسرائیل رو داریم میشنویم. خب طبیعتا کشور ایران شرایطش فرق میکنه و امیدواریم که مسئولین ما با هوش و درایت و تدبیری که دارند مانع از این داستان بشند و واقعا در اولین ترور یا اولین خدای نکرده نقض آتش بس مجددا اسرائیل رو به سزای اعمالش برسونند. این یه وضعیت خیلی خلاصه از این شرایط بود که طبیعتا همه ارکان جامعه رو تحت تاثیر قرار داد. از خدمت شما عرض کنم که بحث سیستم‌های نظامی و پدافندی و اینها گرفته موارد مجتمع‌های هسته‌ای ما، حتی توی یه مقطع کوتاهی رژیم صهیونیستی به سمت منابع انرژی ما رفت. اگر اشتباه نکنم فاز 14 رو مورد هدف قرار داد که البته با پاسخ کوبنده ایران که پالایشگاه و نیروگاه حیفا رو زد، عملا در حقیقت یکی از دو تا بله. خب حالا اینو تو پرانتز عرض کنم. خب اسرائیل واقعا در مقابل ایران هم از لحاظ پهناوری سرزمینی، هم از لحاظ جمعیت، هم از لحاظ موقعیت سوق‌الجیشی، از همه جهت واقعا در ضعف مطلقه و با یک حماقت عجیبی نتانیاهو بالاخره این رژیم رو وارد جنگ با ایران کرد. ببینید من میخوام یه مسئله خیلی مهمتری رو بگم، حالا جدای از بحث پالایشگاه، که مثلا فرض کنیم اون 2 تا پالایشگاه داره و ما در 12 تا پالایشگاه اصلی داریم و حدود 40-50 تا مینی ریفاینری و پالایشگاهی فرعی. بحث اصلی سر بحث نیروگاه هاست. کلا اسرائیل 7 تا نیروگاه داره، 7 تا نیروگاه، و اما ایران بالای 180 تا 200 تا نیروگاه داره. الان تو هر شهر ما مثلا حتی تو خوزستان هر شهرش یه نیروگاه داره غیر از سطح‌های بزرگ. بنابراین و جدای از این که ما بحث CHP ها رو در سراسر کشور داریم، پس بنابراین آسیب پذیری اسرائیل تو این داستان زیاد بود و داستان بحث انرژی رو کمتر دنبال کرد. صنایع ما هم به شدت از این قضیه متاثر شدن، هم از بابت شوک اولیه. احتمالاً خب طبیعتاً فکر می‌کنم سوال اول شما در رابطه با این داستان خواهد بود که خب صنایع ما از این داستان. آره خلاصه بذار برم وارد اصل داستان بشم. این قضیه خب صنایع ما به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن. یک به دلیل آماده نبودن، دو به واسطه ضربه سهمگین اولیه. چون میدونید اسرائیل بر مبنای اون متدی که آلمانی‌ها تحت عنوان یورش ناگهانی یا جنگ برق‌آسا اختراعش کردن و خب اسرائیلی‌ها همیشه این رو دنبال میکنند، توی جاهای مختلف تو جنگ 6 روزه با اینها نشون دادن، این همین استراتژی رو پیش گرفتن. خب طبیعتا شوک سنگینی هم بود، یعنی واقعا یه جورایی هم دولت هم ملت هم صنایع اینا همه یه جورایی غافلگیر شدن. اما و خب طبیعتا
خیلی از کسب و کارها با توجه به اینکه نمیدونستن وضعیت چیه، آیا یک روزه، 2 روزه، چند روزه، خیلی‌ها ترجیح دادن که مسافرت برند. بسیاری از صنایع، خب صنایع اصلی و کلیدی کشور تا اونجایی که ما در جریان هستیم، با دوستان در تماس هستیم، همه در حال فعالیتن، اما اکثرا شیفت‌های روزکار خودشون رو تعطیل کردن. یعنی به افراد روزکار، دائم روزکار گفتن که کمتر بیان یا در حالت ضرورت بیان. حتی شیفت هاشون رو هم، شیفت های مثلا بعد از ظهر و شب و اینها رو هم سعی کردن که با جمعیت کمتری از جهت آسیب پذیری. اما خوشبختانه پالایشگاه‌ها، خیلی از واحدهای اصلی، واحدهای تولید انرژی ما، اینا همه دارن با ظرفیت کامل کار میکنن. صنایع دیگر ما هم بعضا متاثر شدن، خب به دلیل این کاهش ظرفیت دادن. عملا صنعت کشور داخل یه رکودی رفت و به واسطه اینکه خب شاید خود تهران هم قسمت عمده‌ای از جمعیت ترجیح دادن که یه مسافرتی برن و یه خورده از این تنش‌ها دور باشن تا ببینن وضعیت چی میشه، این اتفاق افتاد. البته من در جریان هستم که به عنوان مثلا توی مجتمعی که همین الان من جلساتی رو خدمتشون داشتیم و اینها سفارش‌های متعددی برای مباحث تعمیراتی داشتن که حالا به اصفهان، تهران داده بودن و چون این دو تا شهر بیشتر در معرض آسیب ریزپرنده‌ها بودند و توسط منافقین و ایادی حالا موساد مورد هر شب پدافندها کار می‌کردن، یک کمی کارگاه‌های تعمیراتی اینها تو هفته اول به خصوص اکثرا تعطیل بودند، ولی خبردار شدم که از شنبه یک شنبه کارگاه‌های تعمیراتی به سر کار خودشون برگشتند و دارن سفارش‌هاشون رو عملیاتی میکنن. بنابراین صنعت ما تقریبا میشه گفتش که به طور کامل تحت تاثیر قرار گرفت. ما تو این داستان آمادگی نداشتیم، از قبل براش آماده نشده بودیم، مانورهایی تو این داستان برگزار نکرده بودیم. سازمان‌های مربوطه مثل سازمان سمت و اینها بالاخره بایستی دوره‌هایی می‌گذاشتن، توجیهاتی می‌کردن، آمادگی‌هایی رو ایجاد می‌کردن، اینها ایجاد نشده بود و ما طبیعتاً تو هفته اول در یه رکودی رفتیم که به مرور زمان تقریباً داریم برای صنایع کوچک و متوسط ما دارن از این رکود خارج میشن. در خدمت شما هستم. اگر فکر میکنم حالا سوال اول شما احتمالاً این بود، نمیدونم اگر سوال اول پاسخ دادید. سوال اول رو داشتیم. من فکر میکنم که حالا وارد این چالش بشیم که با این شرایط ما چه بکنیم. یعنی در واقع صنایع یکی دو هفته گفتن هم عبور کردن، یک درسی بشه. به نظر من اولین درس رو خود صنایع با توجه به ماهیتشون میگیرن. یعنی باید یه درسی بگیریم. حالا ما درس دفاع مقدس رو داشتیم که خیلی متفاوت از امروز بود، دستمون بازتر بود، همدلی بیشتر بود، در واقع مشکلات کمتر بود، ذخایر ارزی و اینجور چیزها بیشتر بود و امروز طبیعتاً خیلی خیلی کمتر هستش. بله. اولین در واقع مرور توسط خود صاحبان صنایع، تجار، بازرگانان تو حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و به خصوص بخش‌هایی که با در واقع مایحتاج روزانه مردم سر کار دارن. یعنی امروز صنعت ما خط مقدم تولید هست برای ایجاد آرامش. این آرامش نسبی هم ما مراجع در واقع دیدیم، یعنی مرغ، گوشت، نمیدونم این اتفاقات که قبلا حالا تو خود در واقع کشورهای دیگه که شاید تو سال‌های بعدی بهشون برسیم، مثل تجربیات مثلا روسیه، جای دیگه، صف‌ها و غارت و چپاول اینجور چیزا رو فراوان دیدیم. ولی البته که آقای تو سال‌های گذشته داخل ایران دیدیم، یعنی چیزی که ما خودمون هم تجربهشو داشتیم و خیلی قشنگ بود. یعنی آرامش حتی برعکس، یعنی با قیمت تمام شده میدم، ارزان میدم، اگه کارتت کار نمیکنه هر موقع داشتی بیا. یعنی این همدلی برای خود من که 40 سال تجربه داشتم توی دفاع مقدس، حضور داشتم، خیلی پررنگ، شیرین، دلنشین و عالی بود. حالا اینجا صنایع چون محور ما در واقع تاب‌آوری صنعت هست و درس گرفتن از این که حالا از این بحران چیکار کنیم، به نظر من اولین درس خوده. یعنی ما 12 روز آقای دکتر مثلا حالا توی خوزستان توی صنعت استراتژی کار کردن، خودشون قطعا بهتر از ما و حتی بهتر از نسخه خودشون که برای دیگران می‌نویسن، برای خودشون بهتر میتونن نسخه بنویسن، ولی طبیعتا ما اینجا نظرات رو جمع‌آوری می‌کنیم. پس ما یه تجزیه و تحلیل 12 روزه باید داشته باشیم با یه بی‌اعتمادی. یعنی به هر حال دشمن ما در توی لبنان، توی یمن، توی نمیدونم هر جایی که بوده به راحتی زیر قول زده. حالا اگه فرصت باشه من دو بخشش میکنم، چون حالا همونجوری که فرمودید ما توی در واقع نهادهای حمایتی مثل خانه صنعت، اتاق بازرگانی هم حضور داریم. یه انتظاراتی از دولت داریم، یه انتظاراتی از خودمون. یه بخششو من میگم حالا تو فرصت‌های بعدی. انتظارات دولت اینه که مثلا ممکن آقای دکتر یا بنده کارت بازرگانی تا همین دوره رو به اتمامه، مکاتبه هم شده، مثلا کارت بازرگانی ما رو بدون سوال برای 3 ماه تمدید بکنن. این انتظار نیست که همین تدابیری هم اندیشیدن. بله از همین فرصت استفاده
استفاده میکنم، به حضاری که هستن اعلام میکنم که ما یک گروهی داریم داخل ایتا، حالا با همکاران من در تماس باشین، این گروه رو برای شما ارسال میکنن. بسته‌های حمایتی که دولت در نظر گرفته برای مدیران صنایع در این بازه اخیر و تحولاتی که الان داشتیم، بسته‌های حمایتی که دولت اعلام میکنه رو ما داخل این گروه اطلاع رسانی میکنیم. اگه میخواین که از این موارد در جریان باشین، به هر حال بتونین استفاده بکنین و اون همگام سازی با صنعت خودتون در موردش داشته باشین، میتونین در این گروه حاضر باشین و از این اطلاعات و تزریق اطلاعات استفاده بکنین. خیلی ممنون. خیلی. کدوم یک از شاخه های صنعت تولید کنندگان کدوم شاخه در حال حاضر بیشتر آسیب پذیرن؟ صنایعی تو این دوره بیشترین آسیب رو میبینن که بیشترین وابستگی رو به واردات مواد اولیه یا قطعات خاص داشته باشن، یعنی یه جوری در واقع چرخه صنعتشون با ورود و خروج، حالا حتی ممکنه محصول صادرات محور داشته باشن و تو این زمینه دچار اخلال بشه یا مواد اولیه وارد بکنن. من تصورم این است که شاید نظر خانم یا بقیه دوستانم همین هستش و اینجا طبیعتا به خصوص صنایعی که در واقع تک محور، یعنی با یه قطعه 90% رو تامین کردن، یه قطعه رو نتونستن تامین کنن یا یه ماده اولیه رو نتونستن تامین کنن، دچار مشکل شدن. این مشکل مثلا منجر به رسوب میشه، یعنی بخش عمده از سرمایه‌تون صرف تامین مواد اولیه شده و به خاطر یکی دو تا قطعه گیر افتادن، یا اینی که مثلا انبارشون برای محصول صادراتی آماده شده و نتونستن صادر کنن، تامین حالا بخشای دیگه است که تامین در واقع نقدینگیشون دچار مشکل میشه. حالا اینجا من میگم که بیشتر صنعتگرای ما میگن تحریم نعمته، اینجا متوجه میشیم که بلا فاصله جایگزین کنیم، یعنی کشور بزرگی، بعضا فقدان اطلاعات هستش که باعث شده باید ما به این صنعت، ما به عنوان در واقع یه صنعتی که الان یاری بکنیم بقیه رو، اطلاعات لازم رو در اختیارش بذاریم. اگه این متریال خاص در واقع از نظر شما گیر نمیومده فلان جا یا تولید میشه یا قابلیت تولید داره، یعنی در واقع تهدیدی هست که به نظر من تبدیل به یک فرصت میشه و در آینده ریسک شرکت رو کمتر میکنه. فکر میکنم که خیلی ممنونم. بله حالا اگه اجازه بدین من ببخشید اگه اجازه بدین من اجازه بدین من یه گریزی همین مطلب یه گریزی بزنم به خدماتی که کلینیک صنعت ما به شرکت ها میده در مورد این شناسایی، به طور خاص شناسایی این قطعاتی که آقای مهندس عظیمی فرمودن که اون فقدان اون کلید گم شده تکمیل کالای خاصیه یک صنعت داره، اون قطعه رو نمیتونه تهیه بکنه. شاید کلینیک صنعت ما بتونه در تأمین از یک مسیر دیگه همون قطعه از مسیر دیگری با توجه به امکاناتی که داره، یا اینکه معرفی تولید کنندگان داخلی که خب ما تعداد خیلی زیادی از تولید کنندگان داخلی باشون در ارتباطیم، تولید کنندگان داخلی باشن که بتونن بیان این جای خالی رو پر کنن و نهایتا کالا به سرانجام برسه و شاید این کالا مورد نیازی باشه برای یک صنعت دیگری داخل کشور که اون کالا رو نداره و قراره که این پازه به هر حال این دومینو در ادامه تکرار بشه و به هر حال همه از این قضیه منتفع بشن. آقای دکتر بفرمایید. خدمتتون عرض کنم آره یه تیکه از سوال شما هم این بود که من اینجوری متوجه شدم که یه سوال شما این بود که کدام صنایع الان آسیب پذیر هستن، یعنی مثلا فرض کنیم گفتم اول مثلا حوزه قطعات نظامی، بعد حوزه بحث‌های انرژی اتمی و بعد بحث‌های انرژی. طبیعتاً در گام‌های بعدی ممکنه که سایر صنایع ما هم مورد آسیب قرار بگیرن، یعنی وقتی دامنه که اهداف دشمن بخواد گسترده تر بشه، اگر مثلا جنگ گسترده تر بشه، طبیعتاً آسیب ها به سایر صنایع هم نفوذ پیدا خواهد کرد. در رابطه با اون قضیه فرمایش جناب مهندس رو کاملا درست بود. یه نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن، خیلی گذرا ازش رد شدن. طبیعتاً وقتی که رکود اتفاق میفته، یکی از مشکلات جدی بسیاری از صنایع کمبود نقدینگی میشه، ناشی از رکود. اینو گذرا ازش رد شدن. فکر میکنم که این از اون مواردیه که بایستی صنایع خودشون رو برای این داستان آماده بکنن. روش‌هایی که ممکنه برای این داستان وجود داشته باشه، یکی از اونها اینه که سرعت گردش نقدینگی رو در مجموعهشون بتونن افزایش بدن که البته این تکنیک‌هایی داره برای این داستان. یکی دیگه از اونها این هست که همون جاهایی که گیر میافتن گلوگاه میشه. فرمایش آقای مهندس این بود که مثلا به واسطه نبودن یه ماده اولیه، همه مواد اولیه رو دارن، یه ماده اولیه رو نمیتونن تو این مقطع تامین کنن به واسطه اینکه از چرخه تولید خارج شده یا به هر صورت دیگه، یا مثلا داشته از یک مسیری میمده که اون مسیر مثلا مسیر دریایی یا مسیر هوایی دیگه فعلا امکان پذیر نیست، بنابراین اینو باید با جایگزین کردن انجام بدن. یکی دیگه از اتفاقایی که ممکنه بیفته اون شرکت‌هایی هست که
بازارهای صادراتی یا بازارهای داخلی محدودی دارن. اینها هم به شدت آسیب پذیر هستن و ممکنه که با از دست دادن یه بازار صادراتی عملا در حقیقت چرخه قفل بشه و دچار رکود بشن که بایستی با حالا اون قسمتی هست که من فکر میکنم که شما توی مهر EMC مهر اکسپورت منیجمنت کمپانی میتونید توضیح بدید. اگر اینو یه توضیح بدید به دوستان شاید بد نباشه این هم. بله خب یکی از دپارتمان هایی که داخل مجموعه ما فعاله مهر EMC اکسپورت منیجمنت کمپانی که ما به صنایع و تولید کنندگان مختلف به جهت توانمندسازیشون در عرصه صادرات، ورودشون به بازارهای صادراتی و یا توسعه و پیدا کردن بازارهای جایگزین و آلترناتیو کمک میکنیم. حالا این میتونه شامل تحقیقات بازار بشه، میتونه شامل بازاریابی بشه، میتونه شامل توانمندسازی اون صنعت در عرصه صادراتی کردن آن کالا بشود و از اون طرف بعد از حالا صادراتش میتونه واردات مواد اولیه باشه، چون یکی از تو شرایطی که الان وجود داره و شرایط جنگی که الان پیش اومده، قطعا یکی از راهکارهایی که دولت پیش خواهد گرفت اینه که به صنایع تولیدی در مقایسه با بازرگانان اولویت واردات بده. یعنی قطعا خب منابع ارزی کشور محدود میشه، تولید کنندگان باید بتونن به تولید خودشون ادامه بدن. به همین جهت احتمالاً ثبت سفارش برای بازرگانان امکانش کمتر میشه و از اون سمت تولید کنندگانی که کارت بازرگانی دارن و مستقلاً عملیات ثبت سفارش و تعیین مواد اولیه خودشون رو انجام میدن توانایی مانور بهتری دارن و شاید از معافیت‌های بهتری برخوردار بشن. قطعا تو شرایط جنگی این اتفاق میفته، چون این اتفاقیه که تو تمام کشورهایی که به هر حال توی این شرایط قرار گرفتن توی تاریخ حاضر اتفاق افتاده و به هر حال ما توی اون فشارهای تحریمی و اقتصادی که به هر حال در سالهای اخیر خودمون دچارش بودیم این قضیه رو دیدیم. من یه نکته اینجا اضافه کنم، حالا افزون بر این که شرکت ما میتونه کمک بکنه، باز طبیعتا خود ما صنعتگران منتقد سیاست‌ها، قوانین، مجلس، دولت و تاثیرگری هاشون هستیم و پیشنهادات و انتقاداتی داریم. یکی از انتقادات این است که به نظر من با تحقیق و میتونم حتی مثال بزنم، ما یه رسوب عجیب مواد اولیه توی گمرک داریم. یعنی این اتفاق که افتاده حالا از طریق اتاق بازرگانی هم با سمت مذاکره شده، مکاتبه شده که واقعا کمک بکنن مواد بیشمار اولیه مورد نیاز صنایع که به هر دلیلی حالا در واقع در واقع حل مشکل ناترازی ارزی، عدم تامین ارز، ناتوانی در ورود در واقع ارز ناشی از صادرات تو سامانه‌های مورد نظر دولت، به هر حال این عقب افتاده. الان ما از دولت تعهدات ارزی انجام نشده. بله در واقع اصطلاح فنیش آقای دکتر درست‌تر گفتند، اینه که ما انتظار داریم که دولت کمک بکنه و این رسوب از گمرک خارج بشه و فکر می‌کنم حتی با همین رسوب ما یک سال به راحتی بتونیم کار کنیم. دقیقاً واقعاً ما گمرکات خیلی زیادی داریم و رسوب مواد اولیه زیادی هم در این گمرکات وجود داره و یکی از پاشنه‌های ما همینه. یعنی اگه که دشمن این انبارها رو هدف بگیره در یک مکان محدود به تنوع خیلی بالا میتونه آسیب بزنه و خسارت بیاره. اینه که صنعتگران میگن که ورود مواد اولیه از هر جای دنیا یه خانه و 6 خانش خروج از گمرک داخلی. حالا در خدمتتون خانم مهندس. سلامت. فکر میکنین حالا آقای دکتر نفع شما جواب بدین اول، حالا که دیگه ماشینتون هم ثابت شده، فکر میکنین که این بحرانی که الان درگیرش هستید، به هر حال در سالهای اخیر ما بحران کم نداشتیم، یعنی ما هر کی خودمون رو مقایسه کنیم باشه کشورهای دیگه، کشورهایی که به هر حال درگیر چالش‌های زیادی هستن، ما خدا رو شکر گنجینه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی هستیم کاملا. حالا این چالشی که الان درگیرش هستیم چه تفاوت‌های کلیدی با چالش‌های قبلیمون داره؟ ببینید ما حالت مردم عجیبی داریم و تاب‌آوری وحشتناکی واقعا این مردم دارند، وحشتناک برای دشمن، چون واقعا هر کاری کرده این مردم خلاصه تاب آوردن. ولی در بسیاری از بحران‌ها یا مشکلات بعضا یک تک بعدی بوده یا ممکن بوده دو بعدی یا سه بعدی باشه، اما واقعا این مرحله‌ای که الان در داخلش قرار گرفتیم کاملا یک به اصطلاح مسئله ترکیبی و چند بعدی بوده. یعنی هم ابعاد
نظامی داشته، هم ابعاد سیاسی داشته، هم ابعاد امنیتی داشته، هم ابعاد اجتماعی بسیار گسترده داشته. یعنی هر جور فکرشو میکنی میبینی که پیچیدگی‌هاش واقعا بسیار بسیار عجیب و غریبه. بنابراین ما واقعا با یک پدیده بسیار عجیبی روبرو هستیم. طبیعتاً ممکنه که هر چقدر هم که بخوایم خودمون رو براش آماده کنیم با چالش‌های پیش بینی نشده روبرو بشیم. یعنی اینجوری نیست که ما برای همش راه کار داشته باشیم. آقای مهندس اشاره کردن خب ایشون خیلی خیلی بیشتر از ما سابقه دارن توی جبهه و جنگ و خب ایشون از جانبازان دفاع مقدس، جانباز 70% هستن. یادگاری‌هایی گذاشتن. بله و خدمت شما عرض کنم که ولی واقعا داستان‌های ما در دفاع مقدس با الان خیلی فرق کرده. یعنی پیچیدگی‌های الان و نبرد الان به مراتب بیشتره و البته من واقعا خیلی خوشحال هستم که فرماندهان نظامی ما به راحتی از پس این پیچیدگی‌ها حالا حداقل در عرصه به اصطلاح نظامی بر اومدن. حالا کماکان ما واقعا چالش‌هایی در حوزه امنیتی داریم که فکر می‌کنم که اگر این آتش‌بس یک کمی پایدار بشه رسیدگی باید قطعا مورد رسیدگی قرار بگیره. در عرصه سیاسی هم خدا رو شکر به نظر میرسه که با پختگی‌های خیلی خوبی از جانب بالا همه قسمت‌ها روبرو بودیم. اما به هر حال عوارض اجتماعی گسترده‌ای داشت این داستان. اون غافلگیری اولیه به پیچیدگی ابعاد قضیه خیلی کمک کرد. به نظر میاد البته ما هر چی جلوتر بریم تو این قضیه به سرعت با توجه به اون ویژگی‌های تاب‌آوری که داریم و در مقابل بسیاری از کشورها شاید ما واقعا نمره 1 باشیم، به سرعت خودمون رو میتونیم باهاش ادپته کنیم، تطبیق بدیم و براش راهکار پیدا کنیم. منظورم اینه الزاما ما برای همه پیچیدگی‌هایی که جلوی روی ما قرار میگیره ما الان راهکار آماده نداریم، بلکه بایستی اینها رو بسازیم، بیابیم، پیدا بکنیم. آقای مهندس عظیمی میتونید به مسائل بله عرض کنم خدمتتون شاید یکی از در واقع مدیریت هایی که غافل مونده توی ما در واقع صنایع ما و بهش توجه کافی نکردیم مدیریت ریسکه. یعنی اصلا یک واحد مدیریت ریسک و در واقع مدیریت مالی محافظه‌کارانه اینجا توی صنایع هم از طریق ما بهشون کمک بکنیم، هم خود دوستان توی صنایع راه اندازی بکنن که تجزیه و تحلیل بشه بر این مبنا. به هر حال ریسک ناشی از عدم اطمینان دیگه و خودش یه شاخصه و یه در واقع حالا درس فکر می‌کنم چند واحدی تو مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی تو دوره هست و توی صنعت هم بسیار پرکاربرده. من پیشنهادم این است که هم ما کمک بکنیم هم خود صنایع توی در واقع کنترل نقدینگیشون فوق‌العاده محافظه‌کارانه کار بکنن. و یکی این که حالا بحث تاب‌آوری شما مطرح کردید، خود شاید منابع انسانی ما پرسنلمون که در واقع سرمایه اصلی محسنین ملتمون تو صنعتمون همکارانمون کار کردن با اینها، در واقع روحیه دادن به اینها، توجه به مسائل معیشتیشون، توجه به مسائل مالیشون. حتی من فکر میکنم اگه یکی مثلا یه مقدار استرسش بیشتره بفرستیمش دورکاری، یه مرخصی بهش بدیم تا در واقع نتونه که اون در واقع استرسش رو به بقیه منتقل کنه. یعنی اینا کارهاییه که ما توی حوزه صنعتی میتونیم انجام بدیم و طبیعتاً با توجه به اتفاقاتی که توی این 10 روز افتاده، توی این 40 سال افتاده، بعد از انقلاب افتاده، جنگ افتاده و به قول سرکار خانم مهندس ما کم ندیدیم از این مسائل و روزانه و لحظه‌ای می‌بینیم و تصمیم گیری می‌کنیم. مدیران صنایع این کار رو، یعنی واقعا یه آدم متخصص تو حوزه مدیریت ریسک و مالی محافظه‌کارانه در پیش رو بگیرن. آقای مهندس خیلی ممنون از این تذکر بسیار عالی. من میخوام به این مطلب شما 2 تا نکته دیگر رو اضافه کنم. اتفاقا من تو همین هفته گذشته درگیرش بودم و داشتم با دو صنعت مختلف این رو به دوستان تذکر دادم و مقدماتش رو فراهم کردم. خوشبختانه همونجور که شما گفتید این بحث مدیریت ریسک در صنایع بزرگ ما اتفاق افتاده و وجود داره. من الان میدونم که مثلا تو حوزه صنعت روانکار، شرکت‌های صنعت روانکار یا پتروشیمی‌ها یا پالایشگاه‌ها سال‌هاست که دارن روی این داستان مدیریت ریسک کار میکنن. اما صنایع متوسط و صنایع کوچک ما متاسفانه برای این داستان آماده نیستند. من 2 نکته دیگر رو 2 مورد دیگر رو میخوام بگم که باید روش کار بکنن. یکی بحث پدافند غیر عامل هست. ما باید حتما مدیریت پدافند غیر عامل رو کار بکنیم. این مدیریت ریسک که جناب آقای مهندس عظیمی فرمودن واقعا به صنایع متوسط و صنایع کوچک توصیه میشه که حتما روش کار بکنن، به خصوص اون بحث محافظه‌کارانه مالی توی بحث این مباحث.
بحث پدافند غیرعامل و بحث مدیریت بحران. بله. یه جاهایی یه تطابق‌هایی با هم دارن و یه جاهایی به اصطلاح تفاوت‌هایی با هم دارن. هم بحث مدیریت بحران رو باید صنایع متوسط و صنایع کوچک ما بهش توجه بکنن و هم اون بحث یکی در حقیقت بله کار پدافند غیرعامل و بحث مدیریت بحران. اینها باید حتما مورد توجه قرار بگیره. شاید یه بحث مستقلی هم چون خیلی سنگین میشه در واقع راجع به کنترل موجودی و برنامه‌ریزی تولید و در واقع مواد اولیه و اینجور چیزها، یعنی تامین که زنجیره تامین، اینو فکر می‌کنم به صورت مستقل حالا یه قولی از شما بگیریم دوستان هماهنگی کنن که شاید تو اتاق بعدی مطرح بکنیم، چون الان واقعا جای باز کردن اگه باز بشه به درازا میکشه. من اتفاقا می‌خواستم توصیه کنم، چون که بزرگترین مشکلی که صنایع ما حداقل تو این 12 روز، حداقل صنایعی که من این مدت با دوستان در تماس بودیم، حالشون می‌پرسیدیم، باهاشون همکاری داشتیم، بحث زنجیره تامین به نظرم بحث خیلی جدیه که باید به صورت ویژه بهش فکر می‌کنم یه جلسه اختصاص بدیم. در کنارش می‌تونیم مباحثی که مرتبط با مدیریت ریسک یا مسائل دیگه میشه رو هم مورد بررسی قرار بدیم. بله من به شوخی ببخشید یه لحظه چند ثانیه خانم مهندس، به شوخی به دوستان میگفتم که انبار ما قفسه های در واقع تامین کنندگان هست، ولی الان واقعا دیگه اینجوری نیست. یعنی باید یه فکری به آفر و موجودی اطمینان و اینجور چیزها رو صنایع داشته باشن که بحث مستقلیه. دوستان گرامی از همراهی شما در این نشست صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم گفتگویی که امروز شنیدید دریچه‌ای باشه برای تفکر استراتژیک در دل بحران. ما برای ادامه این مسیر یک گروه تخصصی در پیام رسانه ایتا داریم تا شما بتونین سوالات، چالش‌ها و دغدغه‌های صنعتیتون رو اونجا مطرح کنیم. ما بیش از 20 مشاور تخصصی در حوزه‌های مختلف داریم، از حوزه تامین نقدینگی مالی، از حوزه محیط زیست، چالش‌های محیط زیست، چالش‌های منابع انسانی، از حوزه مهندسی و حوزه‌های مختلف دیگه. ما میتونیم که پینچ انرژی رو به بهترین نحو داخل سیستم شما برقرار کنیم به طوری که بتونین اون تاب‌آوری سیستم خودتون رو افزایش بدید. اگه سوالی شما مطرح کنید و نیاز به بررسی عمیق‌تری داشته باشه، تیم ارتباط با صنعت ما میتونه با شما تماس بگیره و در صورت نیاز جلسه بازدید و بررسی تخصصی براتون برنامه‌ریزی کنه. خوشحالیم اعلام کنیم که برای موضوعات جزئی تر تخصصی تر نشست‌های بعدی این مجموعه برنامه‌ریزی شده و به مرور داخل گروه اطلاع رسانی میشه. ما باور داریم که در این روزهای سخت تنها راه عبور از بحران همفکری، همراهی و ایستادگی عاقلانه است. امیدواریم کلینیک صنعت مهر یاور و همقدم مدیران صنعت ایران در این مسیر پرچالش اما قابل عبور باشه. تا دیدار بعدی، سربلند باشید.